بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جناب سالیس، برادر گرامی جناب دانش، اما اعضای محترم کابینه، والی صاحبای محترم، یک خوش آمد خاص به والی صاحب جدید قندار خانزاده صاحب. خدای در اول این سلامونه به طول ولست ورکوی خراغلست همه خوش آمدین. اول از ابتکار وزارت اطلاعات فرهنگ بر ایجاد هفته تاریخ تشکر میکنم. با سالگرد مورخین افغانستان، یکی پدر تاریخ نویسی شجره تاریخی افغانستان فیض محمد کاتب و دیگه از مورخین تعلیم یافته ما کاکل صاحب مصادف است. یک هفته تجلیل میشه. خواهش ما است که همکارای فرهنگی ما سال 1400 بر تجلیلش یک پروگرام منظم شخصیت‌های کلیدی ما و دیدگاه تاریخی ما را تهیه کنن که همه در سهم بگیریم، چون قرن 15 تاریخ اسلامی ما میایه. در اینجا ضرورت واضح است یک نقطه که تعهد کردیم است که امام بخاری و امام ترمذی مشترکن از طرف ازبکستان و افغانستان تجلیل میشه، اما سالگردهای بسیار دیگه پیش روی ماست، مثل سالگرد 100 ساله خان عبدالغفار خان، امیر علی شیر نوایی سالگریش هست دیگه. کل از اینا در یک پروگرام منسجم بیایه که با آمادگی اما جانبه از هر دو با خواهش میکنم که توجه خاص داشته باشیم تا و در ختم از این هفته تاریخ باز مورخین ما که ابتکار به دست گرفته بودن تشریفات آوردن. دوم، مسئولیت وزارت محترم پارلمانی و ادارات که به اساس فرمان تقنینی ایجاد شدن ایست که اینا را از پارلمان تیر کنن. دلتا پارلمان حق بجانب ده. دلتا باید واضح هر اداره تا سر پگرده کارو که دا موضوع تیرسی چه جنجال منسکی نی. موضوع سوم بودجه است. پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتونه. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتونه. قانون اساسی وضاحت کامل داره. تهیه بودجه، ارائه بودجه کار قوه اجرایی است. مسئولیت پارلمانی است که یا جمعاً قبول کنه یا جمعاً رد کنه. مقد میلیاردها ولو او لوی پروژو سلیقه‌ای توګه راغلي دي د دې توان نه لرو.